مادری پیر میگه فرزند نصیحت کرد بچم بیشی امروز ما پیر شدم ما گپ میزنم خطی تو بعضی کلمه های مرا نمیفهمی ناراحت نشو بچم زیرا زمانی با تو هم گپ میزدی هیچ کس نمیفهمید من میفهمیدم امروز ما افقاد میخرم لباسام چرکین میکنم مرا جنجال نکن زیرا زمانی با تو هم لباسات افلاس میکردی من میشوشتم و تازه میکردم بچم امروز مرا گشته نمیتونم ای دستی مرا کشیده نبر زیرا زمانی با تو هم راه گشته نمیتونستی من قامت بلند خم میکردم دستای تو را میگرفتم و آغوش میکردم و این روز مرا در بستر مرگ دیدی بچم برای مرگ من گریه نکن زیرا روز مرگ بالای تو هم میآید ببین و مادر میگه نالیشش دردش زیاد شد فرزند به سیاست آمد گفت نمیشه مادر آواز تفس کنی تو نالیش داری مرا خواب نمیبره کلین تا خواب نمیبره نبیرات تا خواب نمیبره مادر ایزار گفتن میلش لحظه و ساعت ها صدای مادر خاموش فرزند به راحت خواب رفتن و سحر خیستند مادر از دنیا گذشته فرزند سر منزل قبرستان آمدند اویلش یک مکتوب دادند که مردک جان امشب مادر پیش از وفات برای شما مکتوب نوشتند و در مکتوب چه کلمه های عجیب نوشتند بچه جان تا این روز من هر دعا و هر خواهش از خدا کردم برای خودم نکردم برای تو کردم لیکن این شب دیدم که دیگه طاقت شنیدن آوازی من نداری امشب آخران خواهشم از خدا همیشه هم برای خودم نمیکنم برای تو میکنم خداوند جانی مرا بگیره که تو آرام خواه روی من دیگه تو را ناراحت نکنم پدرم